یه حدیث دیدم، حدیث اینه: المؤمن مرآت المؤمن. مؤمن آینه مؤمنه. یه آینه بود تو آخش خونمون، پشتم راستش وایسادم گفتم مؤمن آینه مؤمنه چه؟ یک، آینه فقط زشتی رو نمیگه، زیبایی رو میگه. اگر میگه اینجا سیاه، اونم میگه اینجا سیاه نیست. تو مثل آینه باش، یعنی اگر بدیشو گفتی بگید، خوبیش هم بود. آینه مثل ذره‌بین عیب بزرگ نمیکنه. تو عیب مردم بزرگ. آینه یواشکی به خودت میگه، بی سر صدا میگه، تو هم عیبو بی سر. آینه روبرود میگه، پشت سرت غیبت نمیکنه. به خودت میگه عیب تو، ولی پشت سرت نمیگه. تو هم مثل آینه عیب روبرو بگو، پشت سرش نمیگه. آینه وقتی عیب بدون میگه غرض و مرض نداره. تو هم اگر عیب کسی میگی با غرض و مرض نگو که اینو بکوبمش، خرابش کنم، تحقیرش کنم. آینه مراعات پست و مقام نمیکنه. آیت الله عظما باشه، رئیس جمهور باشه، هر کی باشه میگه اینجا سیاست. تو حرف تو بزن، مراعات نکن که ای آقا پروفسور، ای آقا دانشمنده، ای آقا چیه. حرف حق تو بزن.